در شهر اپاتاتی ولایت مورمانسک در شمال روسیه یک کارمند پلیس از 15,000 روبل پولی که یک مهاجر تاجیک همچون رشوه پیشنهاد کرده بود دست کشیده است. این مهاجر رو که در مرکز سودای مای تخم ماهی میفروخت روز 3 آگوست سال 2022 در جریان یک رید برای تجارت غیر قانونی دستگیر کردن و او خواسته است به پلیس یگان سوم داده خود را خلاص کند. حالا به وی همچون جزا تا 1.5 میلیون روبل جریمه و یا تا 8 سال حکم زندان تهدید میکند. ریاست تفتیشات ولایت مورمانسک روز 2 نوامبر سال 2022 خبر داد که شعبه تفتیشات شهر اپاتیت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی یک شهروند تاجیکستان سال تولدش 1984 را که بر اساس قسم 3 ماده 291 کودکس جنایتی روسیه به کوشش دادن پوره به منصبدار دولتی ایبدار می شود انجام داده این پرونده را به دادگاه سپرده است. خود مهاجر تاجیک که از زمان شروع پروندهش اینک 3 ماه باز در بازداشت قرار دارد برای شرح قضیه دسترس نیست. الینا الکساندرونا یاور رهبر ریاست تفتیشات ولایت مورمانسک گفت در جریان تفتیش پیشکی این مرد زاده تاجیکستان از دادن بیانات دست کشیده است ولی تفتیشات برای اثبات عیبنامه دلیل‌های کافی جمع آورده است. بنا به فرضیه تفتیشات روز 3 آگوست این مهاجر تاجیک در نزد فروشگاه مای شهر اپاتیت به فروش محصولات ماهی از جمله تخم ماهی مشغول بود. الینا الکساندرونا میگوید در رفت تفتیش از جانب کارمندان شعبه امنیت اقتصادی و مقابله با کروپس پلیس اپاتیت ایبدار شونده 15,000 روبل پول نقد را به صفت رشوه در درون دفتر کارمند پلیس مانده است. در عوض این مکافات غیر قانونی او میخواست که کارمندان پلیس نسبت به وی برای غیر قانونی و بدون اسناد لازم فروختن محصولات ماهی و تخم لساس یگان چاره اندیشند و اما کارمند پلیس از گرفتن رشوه دست کشیده مفتش را به جای حادثه دعوت کرده است. آنها پولهای به کارمند پلیس پیشنهاد کرده مهاجر تاجیک را مصادره کرده و نسبت به وی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس قسم 3 ماده 291 کودکس جنایتی روسیه به این مرد تاجیک همچون جزا جریمه به مبلغ تا 1.5 میلیون روبل و یا حتی تا 8 سال حکم زندان تهدید میکند.